چرایست الله مست مولای مست رهبر درست شفا به حد شنگرا نبی سرورم درست شفا به حد شنگرا نبی سرورم چرایست الله مست مولای مست رهبر. السلام علیکم. افغانستان سه ملی تلویزیون آشکل کارتل پلو و گمازا ام محمد اسماعیل زمانی خاص پروگرامش از خدمت تا حاضر بسم. پلو و آشکل کارتل و گمازا نورگل ولسوالی تاسمش نورگل ولسوالی سه پلو جشت ولسوال صاحب شیخ عبدالظاهر خاکدو صاحب مرزمش آشکل کارتل اوگو مازا کارکم دا شد معلوم زبا شیخ صاحب تقریبا انی وینو ولسوالی تا مسئول زا وینو ولسوالی سه جشت زا گگ دوین اوزا میش چی ولسوال سمش ویری والا ما وینو ولسوالی تا اول اوز تا چوک کدیم انی بیسی چوک مشکلات زی اکیس تا ستروی چوک کدیم بیستای اولوسنست امنه اوگوماست چوک مشکلات حل بیستای کت مشکلات دی پتای امنه سندیس بارتا شیخ سیمش ویری والا ما تا اخیری بیک امامش پتا برون اماس وین خاص پروگرام تعقیب شن. سلام علیکم شیخ سیم محترم لیشه سیاد برابرزا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زمانی سیب شست یعنی کت انیات سوسه با تشرف آوری تمام خوش آمدید کمیش خوشحال تشکر کمیش تشکر خدا تو عباد کلو شیخ سیم محترم اشترت صد ترس سیتو یعنی وین پنیش کن سیتو نورگل منجان دوین امنه اوگرومان دوین چوک کدیم بیستای کت مشکلات امناس حل بیستای وینس بارا تو کویمای معلومات کسا اولا ملی تلویزیون سه کت کارکنان عشته با شخص شمولمش سنین دا سنگران دا کارتین دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. بعد شخص نکت سوال زبای نست جواب مطابق کنار ولایت تقریبا 25 ولسوالی جملان دسته نورگل ولسوالی اینا اولین ولسوالی ز کنار ولایت اینا دوز دروازه اینا ولسوالی تو تقریبا یعنی کت 14 سنه شمسی تا اون سنی اوزن دو پو تقریبا ما یسب مکمل با این دوبل سروانز انی شره اینا ولسوالی کنار ولایت ولسوالی ده سه محروم ترین ولسوالی زنم البته فکر نبونشی توجه کنه بیسانی مسئولین سه توجه کنه بیسه نسبت تا ما متوجه زمیش خو این ولسوالی تشریح نکم دکلا چه و این ولسوالی تا تقریبا 8 حسان دو 3 حسا منجی اتن دون دو دران دو دیراشت اتن دیرایم بیشک تقریبا یه حسا منجانی برای این ولسوالی تا طور قرب جوار تا دیراشت 3 حسا منجی اتن امیون سه مشهور دراز مزار داره تیگی انگی نورس اوگوست اشته داره که دمشگل پنامز شمایز آریت انی پارو کسی سهیل تنگیز کسی پمن تنگیز که بیلوری دراز اینه بیلو شین را درازی و اینا یاد پارو کسی که دو ماماگول و شلوت دراز کسی اینا ولسوالی ستان که دو شیاشته با گیتی دو دیگیتی نره لغمان مرگرنگ سور در نور مرز نار پر چپا دراز کسی سوکه ولسوالی مش دیوگل و چلس مش او بیروکشین را دراز او این ولسوالی تو یقینا مشکلات که تو اون سنی اول اوزم دو این جناب محترم والی صاحب سے هدایت اساس تو از که هدایت جشنون سدی هدایت زما سند پرسونال مش حتی امنیت قماندان استخبارات مسئولین و قضا و حقوق و مدیران چوگزی با سند ملکی و نظامی ما گم بگید
این منطقه جغرافیا ما عملا ما مطالعه گم میگید سوندی پیلنیتی گم با گم پیلنیتی ما ویا منجان سکت مشکلات زیبا تکالیف زیبا مالی و اقتصادی و میگه سوندی ما یا سوالچن برای ما ویا مشکلات ده حتی پیتری داشت عموما افغانستان می مشکلات داشت انقلاب میکرد ثمره و نتیجه زبا اسکی نمیزه چی ولایت اکثر ولسوالی محروم است ما افغانان برو مشکلات مش زندگی وند بیشک و این ولسوالی اطراف تو ولی ما حتی منجاس حالت ما ویام برو سخت تکالیف مرشت امگان دستیم نکت نور صدرا گوسته است با لکه سهیل تنیا ولی عموما نکت مزار دراز با او چورو پیت ویت دی تیتک کنه تیتک نام دی دراز اکیدی او پیدن ما مغول نام نمانجی ما ویا اول این مزار در سرک میگه سرک نازش منجی سیلانیان گیته کی گیتی سزارت رفع ولا بود زبیل خراب موتور خراب بنده مشکلات است اکوست کت تم بدرو منجایشت با مثلا لکه سهیل تنگی با پزنه دی دمشگل با شما شوارت امن منجی دی سرک می نوای برو منجی گیته سایش سرک نوای خو موضوع میشته سپتی بارن منجام وگوما یاست مهنت مش یاست مالی مصارف مش یا چی تو برات تمام وشیتی داشتات وشیتی امنو سرک بود شروع است اسکول تو لکاینا شما علاقه شو البته چه نوعی سال بلوک مخلوق کی بزنده شما علاقه او عرض نو وقت ساحاز تقریبا 9200 تا نفوذ دکی میگه من سرک نوای بالکل سرک نوای تقریبا سرک کوی گیس باکی سه 2-3 ساعت 4 ساعت میگه پیاده مزل کنه انگی مریضانی که تو انتقال کوله بیبو دی بیرو مشکلات مرنگی منجی رو برو است زنگل دی بیرو شین را زنگل ز بنوز که تو سه تو گیلا کوی افریقای زنگل ز تو شین را که میاسا ترس بیشک خو مجموعاً من شو اندازه ما مطالعه وازمیش با ما تقریبا گام با گام پیلمیتی مشکلات ما درک کرده اشتباه نمیشه بیرو سخت مشکلات زندگی وند اما اسکول تو جناب محترم والی سے تو گم میجی راپور وزنیتی امنم مشکلات ما ولاست ما مشتریت او بعضی مشکلات در رسیدگی دی 20 ولایت مقام پرست وصلت مثلا معارف سباقش تا صحت سباقش تا سرک سباقش تا خود دی که تصر رقم دو رسیدگی نبیسش عموما منجاس مشکلات حل بلا بیشک امنا منجی امنا نورگلس منجی استرک اسلامی مورد مش دولت مش چوک همکار پتای نورگل سکت یو بازی روگو مشته با رعیت بلوگ رعیت پسند منجایشت حکومت طرف منجایشت به اسلامی امارت از مرتبه دی بلو بیاندازه خوشحاله منجی امارت تا حتی پیتر دی خوشحاله است او ما وامش کجیر داری ملکان قومی جشت اصل او امجاس وفاداری امجاس ایمانداری اسلامی امارت مش هر گجر اما تو وانتون دی ما عملا نیست تو ما ویا چه مکمل کجیر داری اشتا جوانان اشتا سندی اسلامی امارت موتین استی تقریبا نیست تو بدون مبالغه ویلالم چه اگه تسه حادثه امنیتی حادثه منوالم بیشک ماشاءالله لکه ای حادثه چه ما با چه مثال دشمن پرسه یا کو پرسه من اینا سندی اینا ویدی تو درات کنه چه مکمل که تا اینا نورگل ولسوالی سرایت اشتباه کجید اشتباه جوانان اشتباه سندی اسلامی امارت مرسانا میشه دوتین است بیشک مطمئن زمین انشالله واقعا مینو گل تا چی یک منجی مشکلات مجای کلان دو پته بیسته یک سکت اساسی مشکل امنا صاحب والا که تو یاد کرد چی سرک با کلینیک با معرف برخطا دی امنا تی بار پته بیست منجای گیت سر رقم دو وینو ولسوالی تو منجام پامیش دشمنی سوره مش لکه ویژی مش یا برامش یا وره گرام مش دشمنی گیت سر ازی وین اسلامی امارت اوز سچی بار چوک گیت سر کاله یا یو پامیچم گی کراو ختم بیسته وینس بورا تو اگر معلومات کنید هنا نورگل ولسوالی تقریبا وره ولسوالی نسبت تا چوک معلومات زبو اول ده اگه هنی دشمنی نای نسبتا امن منجی تعلیم پیشه منجا است من پسند منجا است شرن دشمنی نایست خودی باز هم
افغانستان ده بلوک شده انقلاب تر بیسته واقعا انقلابات یا مرجم دشمنی عداوت هم یا مرجم بارا ورسته امیو جمله انداسته ما که تعقیب کرده با شده امی دشمنی ده یا پامیش امی ده حل بیسته امی کچی محکمه سزاری امرش کچی دی مصلحین سزاری امرش کچی داشت توسط مش امی اکثر مشکلات حل بیسته لله الحمد فقط محدود ازما گتس دشمنی دست پاهم انجام پامیش یعنی دو تاد با پامیش یا مثلا گرام دواتن که تا ایما مشکلات ما نظر توان میسته با ایما اشترک پس اراده وازم انشالله امن مشکلاتم ایما یا کوشش کنیش جرگان توسط مرش کجی داشت توسط مرش مصلحین است توسط مرش ما حل فصل کنم واقعا انشالله کاملا مطمئن زمیش یا چطور دی ما کجی دادی ولی است یا پامیدی ما مشوره است هماهنگی وازمیش چمنو موضوعات کار کم دو حل کنم که محدود کچی دینا آریت گم دو بعضی مشکلات های کچی شماش گم داشت کچن لودلام بالا این مزار داره کچی ما مغول دست محدود عیشت انشالله امید داشتم یا حل کنم بیشک کتول تو گرام دو امنیت بی با هیواد تا امنیت بی با واحد حکومت بی با از جه تو اکیس برازورس فیزا ایپنا اگر دو برازون پامیشه خفگان بی با یا نوالس بی با یا کله بی با اکیس مسئولین متوجه بوند ازگار بوند امی کالان دو مصروف نبوند امنیت فیزا بوند چی طبعا اجشت قاضی بی با اکیس پت ولسوال بی با اگرام دو قماندان بی با اس ولسوالی تو امگی متوجه بوند چی امگی که تا کراور امگی که تا عادی مشکلات گرام دو پیخ بوند با امگی حل و فصل کوسه تا امگی اولین قدم مند اوینه ویری بلوک شده مهم ز چی گرام دو باید بازار فضای پلا امنیت سجاکاتی پلا واقعا ولسوال سه تقریبا ایما یادواری را چی امنیر گولند و مکتب دی ممکن نباله تعمیر نباله گیتس کتا نوی امن تربیت ساند و مکتب س یا صحت س برخطا یا پاگو پروسه تو عملا اقدام بیسته یا الحمدلله باز این تربیت تو تقریبا پایپ سکیم آبرسانی س پروگرام دی تر پروژه تکمیل بیسته ماشاءالله انگل استفاده اونده دست رقم دو بعضی انکشافی کو خدمات دی بیسته ولسوالی تا ما تن دران دو ما دی کوشش کنیش چون انکشافی خدمات هستند و یا کتن همکار مؤسسات هستند با امنیت محروم ترین ولایت ولسوالی داتن کتن گامشت با امنون باید شو پلان بیشک ایما اطمینان دی توسته یا پرمیج دی چه یکی امنیت سکت مشکل نازه هر رقم دو شو خدمات ارزونه با انشالله از خدمات شو پروژه پروگرام بنا امنیت زمواری ما وانگش است ما اطمینان توسته امنیت کته این دمجگرز این بزنیتی شمایز بزنید آرید زمان ماگولا شروط امنیت داره استرک دی بروک شده آبرسانی س پروگرام با بزنیتی سرک با بزنیتی مکتب با بزنیتی صحت امنیت نظارت واشت و متوجه زمین گیدی متوجه است عملا که تزه با دو پوت و گروه یاست مهنت ما یاست مسائل مروان گشت و البته ما امگی و گروه ما گوش می ولایت مقام دا وزارت دا ما پیشنهاد کرده ولایت مقام دی امجا پرسیکا همکاری 20 تمام توسته انشالله کدوم روان ز عملا کدوم روان است انشالله بیشک واقعا ولسوالی محترم ایماست نوعی نسل لا نوعی والا لیلی وگندوی تعلیم چه مهم است تعلیم ده روز نه روز که تزه با ادرس مقابل تا یه هر منجزانه بیان را چه بیان نه اندرلس زای من کامکل مجد مکودون جو اندرلس نه ویلس واسه کی نو ویلس نه او یقینا چه تعلیم استکت اماس ضرورت با ماس نوی نسل دنیا اماس جوان طبقه دنیا حتی پیتر د ضرورت کدی اما این دوی سپوش انقلاب نتیجه تو اماس جوانان به تعلیم بده بسته مکاتب نسه بدیو بسته مدارس نسه بدیو بسته او متاسفانه همگی ما تو حق واشته خو
امیاس زندگی خو کت جوانان زندگی واسه گمی تباه برباد با میگم چرس و سیگارت و نزار و نشه مواد انداخته‌است خاله کلوز تبکوز و برگی بدماشیز و مثلا اشتام و سزا اخته‌است اینا نسل کت زبان انقلاب تو یک سخت مشکلات ما روبرو شد و این سال ما دیوان میشه و استریموس تقریبا جوان طبقه که داشت با پوچ تا این 80% که تو نشه مواد دامگی که یاتم گسته او الاتری گسته مبتلا بیستشت و تعلیم اینا وجه کیز علت اینا زشی تعلیم ناس که تو علم بیبو علم خود به خود منجد احساس پیدا ونه تعلیم خود به خود جوان ده احساس پیدا نشه او کاونم این سنوتات کاونده وګړم کاونده ان ماحول کاونه ان زندگی کالت ریز عزت کیز بی عزتی کیز اس کا جان واقعا نو بی تعلیمی سوجه مر تعلیمی سلسله نبو سه سوجه مر اموس جوان طبقه بلو سخت مشکلات من دچار هستم امی یو شنو دی مایزه اگه چه دوبلی تو اینا چه بیکار است بیکاری دیز او تقریبا اماست که اینا نورستان مثلا لیلو گشته با هم گندری اینو پیغام زد که اما دی بیخی اینو برات تو مال که این کدوم کوسته کسب کوسته هنر برای تی الاتریو شونه که حالا روزی کد کوسته ما اینه اور شرم بیشک اینه دی شرم سویریز چی ما مثال که جو پرمانده تمام میشه جو بر ما بودی پر جو ده مظلوم طبقه از که نفقه خدای ما تو وانجس نه باید ما جو بودی پر بیشک نه اینه جسکو برگادی کدوم کاری دی ما سه که با یک لاتری کدوم سورو کدوم داسه مصروف دی ما سه تو سه اینه خدمت ما ما خوای جنازه چی ما سن جوانان دا چی باید اوس شوند شعور پیدا ولا یوس جوانی تبا بیس بودی یوس اولادن تبا نه ولا یوس اولادن دی باید کوشش کولا مدارس نگاه حواله ولا تصل کم دو مکاتب دو تعلیم کرالا یا سشون گرو رنج تیکت به سکران تعلیم زمانه آینده کت است کت تربیس آینده ما سکران سن سرنوشت خراب نبود بیشک نو اینا ماس جدی خواهیز ماس جوان طبقه اندا کسی یا اولاد ما تا حق وای خمن که خود ما تو کدانو شام ناس سرنوشت که خراب کرده کی دنیوی و اخروی نو کوشش پکاره چې حتی الواسه چې ما سنوي نسل دوی ان تعلیم دو پر متوجه پر مستقل الحمدلله اسلامی مراد است مشکلات نه دو مدرسه است دو مکتب است کت این سهولیات تعلیم مکمل فراهم است که بانه دی نازم جی یجون شګمو خرچه نوازم کاپلمونه نه ان کت مشکلات دی نازم نو خوای جنازه چې ما ان علم یا قرآن زرام ما یا جوان زرام از که زمین ما افغانستان سری ترقیز ما سری ترقیز او ما دنیا آخرت عزت استاد محترم واقعا چی ایمو شاین ای ویری تاعت ما ایماس زوانان ایماس جرم ایماس منطقه بلوکشن عبادزی وری من جان حتی کسی ما لکه زکات گانزی ایماس منجی داخل گیتس کچ پته نبونه جسه زکات تو محتاج بلو که دی مالداری بازی هر منجی مالداری بازی گاجر ساعت نزی شهر ساعت نزی شار خدای ما ابتسامی هر طرف تا اکثر جی چن شهر ساعت است ایماس اکثر نویلی لیو گامنان دا می کوسه کم بیسه امنون دا توس کا پیغام زله که امنه چون مهمه ای ماس منطقه اندو این شهر ساعتیسه گوجه ساعتیسه بهترین سوال زد یقینا چی ماس گل کتا زبا کتا ما توسم بیا خدای پا سانجر شار ماس تا دوان در شنگه بروک شنگه را استفاده ارسه دولت وازی گوجر وازی انو کلا بیشک زو نیوا تریزو قسم آنان چی استفاده ونجی ماس شاید سکت لیلوگ زی منگی چی حتما دی بنجی واقعا اشاره و بنجی یقینا نویر یقینی زی چی لکه این کنار ولایت سه منجات تکی کمال بنجی اینا متوجه جون داری متاسفانه این انقلابات نبتی بار ماس جوان طبقه امجاس فرصت امجا از دست توسن امگی اینا تو پر توجه نوند بیشک اینا تو پر توجه نوند اکت تعلیم یاد کنه بس تعلیم زره پیجن وانگی در صاحب امجاس جدا پیجن پته با کت منجی تعلیم نوازه با
تعلیم نه با نه مدرسه ویل نه مکتب ویل از کس کدوم کایس بیشک اصلا باید شاهان ساتیالا گوجان ساتیالا پرزانیالا شاریالا یعنی در عزت زندگی است خدا از پیغمبر شرع ساده است تمام پیغمبران دنیا تو واسه هم یا شرع ساده این بهترین کس است بیشک اولسال سی محترم ویری دشنه واقعا چه ما چو والله بودی اینا اولسالی سپارتا اینا ولایت سپارتا که ایما منطقه است ایما منجان سپارتا ویری خلاص بلنای چونچه ایما وقت کم وزمش اخیری تا ایما سواش کل کارت پلو و گموندو کا پیغام باشی با کمراتوس خدمتوس گمونده ده ماست مشینی را قوم دو گمونده ماست نه پیغام ز چی آش کم ما دنیا تو منجی کاوند وره گم کاوند ما کاوم بیشک دنیا تو گم پیشرفتی تو روانه است پنیش کن روانه ایما تبار پر روان زمیش ایما زندگی و بوجی پرامبار روان ز منجی پنیش کن روانه اما شی اما سوگم کوی کنی افغانستان کابل و جلالآباد هم چیز فیلمی میشه اما من جانی کا ایتس کارت نباشد تجارت سی مثال یا هتل برای ور کارت سی ولا کاولا نه بعد من جی نه دی مسابقه بالخير ز خیر سکودیم ما پنیش بما بیشک او خدای په حالت ما تو سمې ګوجر تو سمې معدن مو ووز مهرت ووز مې خو می کاوند می ګټي بودی اته کوی بودی فیلمی دی کم پیجه مصرف کنم بعد ما سرمایه‌گذاری وبم قوم دو خیر پروام گرمین دو خیر پروام ما ایماسی که مدرسه اشته مکتب اشته سرک اشته حالت نو محروم زمیش نو باید ما اینو متوجه بم قوم دو مسخوی جنز وګموندا چې وره منجی کاوند انګون شتنګون برنګتی مودي یو سه ترقی سه فکر اوسو جو شک تشکر پالو اسکولا کارتل وګموزو آزمش نورگل ولسوالی تا شیخ سمش ما ویری ولی همش یاد نام پتنه بلا چی شیخ سب جهادی دوره تا نورستان کامرام ولسوالی دی پتی بیسی اکی سیون شرق زوندو اشتا ولسوالین اشتا ولایتن دا شوراس جج دی پتی بیس مختلف جند جهادی دوره تا دی خدمت کرد دا اکسی کتویل تا اسلامی امارات است نایی ولسوالیس جرزی ولسوالزی اکیست اتنی استرک مسئول ز وینه ولسوالیس واقعا چی شنه کودی مارستای اوگومان تو شنه خدمت کرستای عملا کت ایموس ولایت کت مشکلات منجاس پیدا بوده با امگان دادی چون اکس عملا نی رسمی مسئولیت دیواز واقعا چی وینه ولسوالی تا اولی موز میشتا سپانش کن انی اچ ولسوالی تعمیر نازی امناس که حالی زلی امناس اچورینگ مرجانیست ماشاءالله بلولیس تعمیری پیس وینگیتس رقم دو موارنشونه کدیم بیستی پالو اشکال کارتل اوگومازا آن محمد اسماعیل زمانی گیتس خاص پروگرامش وار منطقه تا دیش از خدمت حاضر بونم با عقیب شاه خداس حفاظت تا ولانم و سلام.